آقا 5:30 صبح یه چیزی خیلی ذهنمو درگیر کرده از دیشب تا الان. میگم اگه ما تو این درگیری ها جوانایی مثل مهسا، مثل نیکا، مثل محمد مهدی کرمی، مثل محمد حسینی، اینا رو از دست دادیم، چرا یه آدمایی مثل توماج، مثل نرگس محمدی یا مثل شروین اینا بازداشتم شدن ولی الان دارن صاف صاف میگردن؟ تازه اینا جرماشون سنگینتر از اونا هم بوده. کسی میتونه جواب منو بده؟ خدای این پایین واسم بنویسین ماجرا چیه، من متوجه نمیشم. ببین اینا همه از اونا جرماشون سنگینتر بوده ولی همه صاف میگردن.